تو جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در جماعت دهاتی غازیان ناحیه باباجان غفوروف سه مرکز سلامتی نو ساخته به استفاده داده می شود، زیرا ساکنان این جماعت از نارسایی مؤسسه‌های طبی نگرانی می کنند. در این باره رئیس ناحیه باباجان غفوروف ظفربک دولتزاده هنگام نتیجه گیری از فعالیت 6 ماهه خواجگی خلق ناحیه به روزنامه نگاران اطلاع داد و تاکید کرد که برای استقامت کنندگان جماعت دهاتی غازیان بیمارخانه یا خود مرکزهای طبی حدود جماعتی یاوه و شهر خوجند نزدیک است. بنابراین ساکنان هنگام ضرورت بیشتر به این منطقه ها می روند. محض از این حساب مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه تصمیم گرفت که برای ساکنان جماعت سه مرکز سلامتی نو را ساخته به استفاده دهد. جماعت غازیان جماعتی یاوه که همسران نباشند نزدیک مرکز سلامتی در خودی مرکز سلامتی خودی دهی سویچه هم جنن از این همسران باشند. حاضر همجور که کاربری کرده شدیم در آینده ما نیت داریم که پیشتر ساختمان این سه مرکز سلامتی ساخته برای استفاده دیم تا 35 سالی استفاده دارد. سلام. مسئله دیگری که در جنبست 6 ماهه مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه باباجان غفوروف مورد بررسی قرار گرفت، این تنقیصی و هم یکی از مشکلی اساسی تامین نمودنی ساکنان با آب نوشاکی و پالیزی بود. بنا به اطلاع ظفربک دولتزاده در ناحیه مشکلات آب در حقیقت جای دارد. این حالت بیشتر اولی بهار به نظر می رسد. امسال باشد مشکلات در پایگاه‌های آبکشی خواجه بقیرخان 1، 2 و 3 به میان آمده است. این هم در حالی است که نزدیک 70% زمین‌های کشاورزی ناحیه محض توسط پایگاه‌های آبکشی با آب تأمین می شوند. اون دستگاهی که آبکشی که من در چلفون معلومات در سالهای اصلی گذشته با استفاده داده شده است و اون محرک‌ها همه خویده شده اید. امروز ما از طریق مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت از محترم رئیس می‌گوید 2 محرک خریداری کرده شد و پایگاه آبکشی سنبالی 1 مونده شد و 2 محرک از طریق خودی مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه باباجان غفوروف خریداری کرده و خواجه بقیرخان 1 و 2 مونده شد و امروز با از طریق همون لایحه یوسعید از طریق فوند آگاخان باز یک وزیر آزمونش گذشت 6 محرک خریداری کرده شده است که با مبلغ 500,000 دلار آمریکایی میشه. این هم کاربری کرده شده است و درست خواهی کرده 16 از 8 کیلومتر کنار خواجه بقیرخان 2 از مرز قرقیزستان می‌گذرد. شما می‌دونید پروبلمی که در ناحیه ما هست مثلا شما می‌دونید خیلی مرحله به مرحله این همش حل شونده است. در دوره حساباتی تنها در جماعت دهاتی یاوه ناحیه بیش از 14 کیلومتر راههای بین محلوی منفرش گردید. به جز این سال جاری مقامات نقشه دارد که در جماعت دهاتی اسماعیل راهی را که به اشت میبرد از تعمیر کلی برآورد. در عموم تا آخر سال حدود 50 کیلومتر راههای جماعت و دهات در ناحیه باباجان غفوروف منفرش کرده می شود. از این مقدار تا امروز نزدیک 21 کیلومتر راهها منفرش شده است. ما نیت داریم که در همه جماعت دهاتی اسماعیل راهی اشت همونطور بین و وزنین در این راهی حاضر نوعی همونجا موندگی ما همونجا هم علاقه نقشه کردگی باید منفرش کنیم همون راه هم باید آغاز کنیم و دیگر جماعت غازیان اینجا جماعت اونجی حیدر عثمانوف دیگر همچنان ما نیت داریم که فقط نقشه ما همین سال 21 کیلومتر بود، علاقه ما 22 از 9 کیلومتر کردیم. نقشه داریم که تو 50 کیلومتر همین سال منفرش کنیم رسونیم. این همش با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ناحیه صاحب کاران امروز سخاوتمندان ما نقشه داریم که 50 کیلومتر منفرش کنیم. ناحیه باباجان غفوروف یکی از کلانترین ناحیه در حدود ولایت سوخت به حساب می رود که مشکلات ساکنان هم زیاد به نظر می رسد. در نشست مطبوعاتی هم بیشتر موضوعهای نارسایی آبی نوشاکی و پالیزی، بحث و مناقشه های مرزی، تقسیم نمودن قطعه زمین نزد حولگی، قانونشکنی ساکنان هنگام برگزاری توی معرکه ها و مورد استفاده قرار دادن کارخانه های صنعتی و از کار باز ماندن آنها مورد محاکمه قرار گرفت. گزارش فرزانه شمسی و نعیم جان ایوباف برای برنامه اطلاعاتی خبر.